خوندی واقعیت داره ها. حالا راجبش صحبت میکنم. شرکت کننده جدید عشق ابدی هنوز نیومده، حاشیه‌اش اومده. یعنی این دیگه به نوبه خودش یه چیز عجیب و غریبیه و چه حاشیه‌ای سنگینی و چقدر برای برنامه داره بد میشه این جریان، چقدر برای خود شرکت کننده داره بد میشه. حالا بریم ببینیم چی پخش شده دیگه. بریم ببینیم چی پخش شده. اول بریم سراغ یه سری لایوی که خود الهه گذاشته یا دانیال گذاشته و شرکت کننده جدیدن میاد صحبت میکنه که حالا اینا رو با هم دونه دونه بشنویم. نظرم راجع به امیرحسین چیه؟ من واقعا شخصیت امیرحسین رو نمیپسندم. الکی منطقیه. آره ادعای منطقی بودن داره ولی خب منطقی کسی که فکر میکنه خیلی منطقیه ولی خب منطقش به درد عمش میخوره. جرز دیوارم نمیخوره. نظرم راجع به امیرحسین خانم الهه وقتی داشتن جرز دیوار نشون میدادن چرا دانیال رو نشون دادن؟ زشته. ولی خب نظرشونه دیگه، چی بگیم؟ واقعا راجع به اینجور چیزا نمیشه صحبت کرد. ما هم باشون زندگی نکردیم، هم ممکنه این سم بگه مثلا الهه فلان بوده، هم الهه ممکنه بگه اون فلان بوده. نظرشون. کاپلایی که الان هستن ذاتاً به خاطر اینکه سود و منفعتی دارن که هم هستن و همشون فیکن. کاپلایی که الان هستن منظورش یعنی مثلا شاهین و تنازینا، خب اینا بعد برنامه هم هستن دیگه. بس خیلی عجیبه این همه راجع به این صحبت میشه که آقا ما قرارداد داریم، ما نمیتونیم حرف بزنیم، ما نمیتونیم مثلا بگیم. ماهرخ و میلاد که اصلا هیچ چیز دادن به تیپ و تاپ هم دیگه. وسطای برنامه این گفت این نامزد داشته، هم دوست دختر داشته، اینا هیچ. اما بر تنوز و شاهین که اصلا با هم دیگه با هم میرن استخر، با هم میرن، اصلا مشخص اینه که تا آخر برنامه با هم دیگه میمونن. خب این چه لو ندادنیه که شما با استوریا اینو مشخصه دارین چی کار میکنین. بعد یه چیزی حالا شایعش هست دیگه، شایعش هستش که علی و زهرا برمیگردن به بازی و اگه تیم برنامه ساز همچین سناریویی ریخته باشه واقعا برای سریال های مثلا 40 سال پیش اینجوری سرتو گول بمالن، مثلا این دو نفر برن بیرون عکس کفش بچه با هم دیگه بذارن حالا برگردن تو بازی، دو نفری که 2 دقیقه هم با هم دیگه صحبت نکردن. خدا داند ما قضاوت نمی کنیم. اونجا بهش حسودی میکردن چون از خیلی سرد کاری نداره. الان راه رفتنمو در می آوردن. الان حرف زدنمو اینا درست نیست. عشق از عنوان یه دختر ایرانی هر چی بخواد داره این دختر. صدا، هیکل، قیافه، تحصیلات. اصلا کلاسیک هم من چرت و پرت میخوام بگم. یعنی رفیقم ولی عزیزم. نمیتونی خرابش کنی عزیزم، نمیتونی. اونجا بهش حسودی میکردن چون از این خانم بهار یکم چیزش زیاده، یعنی یکم حالا اصطلاحا میگن اشوه، نه اشوه کلمه درستیه، نه اشوه بگیم مثلا لوندی، نمیدونم چی میشه گفت ولی اونش خیلی زیاده. یعنی مثلا سکانس اول اومد توی بالکن یه سیس اینجوری گرفت، گفتم یا خدا ببین کی اومد، قراره همه رو تیکه پاره کنه اونجا. واقعا نظر راجع به پرستش صالحی چیه؟ یعنی چی اصلا نمیذاره آدم صحبت بکنه و وسط حرف بزنه؟ ایشون اونجا همه میگه که شما نمیذارید من صحبت کنم، در صورتی که خودش به عنوان مجری نمیذاره هیچ کس صحبت کنه، نه گذاشتشون صحبت کنه نه بعدها میذاره من صحبت کنم. الان فهمیدید. الانم که با دکتره و شبایتش رو دیدید، کسی که شعور و شخصیت اینو نداره که نجات پرستی کنه توی برنامه، نذاره حرف بزنن بقیه و چشم بسته برای اینکه بتونه بعداً دیت کنه با دکتر، خودش رو به هر دری بزنه. غیر از این نیست عزیزم. درسته خیلی خوش آمده بود ازتون ولی به شما نرسید گفتم نمیدونم پرستش صالحی باشه اینا. ما واقعا پرستش نه ما گفتاری کسی نمی‌کنیم. شما خودتون برای گفتاریشون خواهید کرد. واقعا نظر راجع به همین مونده بود پای پرستو صالحی رو بکشم به این جریانا، خودشو به هر دری بزنی که بچسبونه باشه دکتر. بعد بابا پشمام سفدا لایک کرده. واقعا نظر راجع به پرستش صالحی چیه؟ یعنی چی اصلا نمیذاره؟ سفدا هم لایک کرده، خیلی موضوع مشکوک شد. ولی خب چیزی که هست من به نظر مجری خوبی در کل نیستن، با نهایت احترام بهشون. اون اوایل میگفتم که اوکی یه بقیه شرکت کننده یه حسابی ازش میبرن و این خوبه، ولی این حساب میبرن ازش بعدها به توهین رسیده یه جاهایی، اما یه جاهایی واقعا سری کلمه ها راجع به بعضی شرکت کننده میگن. حالا درسته که شرکت کننده خودشون به اندازه کافی دهن ما رو زد، به نظرم جالب نبوده دیگه، حالا بازم خودشون میدونن. اما بریم سراغ خود حاشیه‌های شرکت کننده جدید که مورد عجیبیه، واقعا مورد عجیبیه، به خاطر اینکه حالا ما درسته مثلا میگیم فیکه،
اصلا مهم نی فیکه، مثلا ممکنه هی راجع به اینا صحبت بکنیم که آیا فیک نیست، اصلا مهمه که فیک نیست. ولی آدم یه چیزایی مثلا در رابطه با برنامه میبینه که کرک و پرش میریزه و از اون سمت مگه میشه که تیم برنامه ساز اینو ندونه؟ ببین مثلا تیم برنامه ساز ممکنه ندونه مثلا میلاد دوست دختر داشته، تیم برنامه‌ساز ممکنه اینو ندونه، ممکنه ندونه فلانی با فلانی قبلا مثلا تو رابطه بودن یا قبلا همدیگه رو میشناختن، ولی دیگه این که طرف شوهر داره دیگه خیلی عجیبه دیگه. خب ظاهرا ایشون شوهر خانم بهار هستن که ترکی هم هستن و حالا چند تا عکس ازشون ببینیم. این یه عکسیه که فکر می‌کنم توی پیجشون بوده الان نیست، نمونه‌ای از کامنت ها که مثلا برای تقریبا 2 سال پیشه که مثلا فلنتاین عزیزم و این داستانا، دوباره کامنت های دوست دارم عاشقتم پیجشون هست. ماشاءالله همه رو در آوردن دیگه که الان دانیال مثلا فالو داره، خودشونم فالو دارن. بعد 17 هفته پیشم کامنت دارن که مثلا همسر با استعداد من، که خب این دیگه خیلی عجیبه دیگه. میگم نمیدونم واکنش شما نسبت به این قضیه چیه، ولی مثلا اگه همچین چیزی واقعیت داشته، یعنی ایشون شوهر داشته باشه و اومده باشه توی این همچین برنامه‌ای، چون ما هر چقدر بیایم بگیم آقا فیکه، مثلا اینو به عنوان یه سریال در نظر بگیر، واقعا که یه سریال نیست، داره اسم ریالیتی شو رو یدک میکشه. اگه سریال واقعا باشه بحثش کاملا جداست، شاید خودشون رو اینجوری بخوان توجیه بکنن، ولی ما دیدگاهمون اینه دیگه. خب لزوما پس حرفایی که این آدم میزنه یکم درجه درست بودنشون رو میاره پایین دیگه، چون میگی خب این همچین دروغ بزرگی رو به ما گفته، پس حرف بعدش ممکنه یکم دروغ‌تر باشه. میدونی منظورم چیه؟ همونطور که راجع مثلا نگارم صحبت می‌شده که تو با پارتنر دوست صمیمیت الان تو برنامه تر دوستی ریختین، وارد دیت شدین، هم دیگه رو بغل می‌کنین، گل میدی، گل می‌گیری. خب لزوما تو اگه مثلا بیای بگی بچه‌ها حاشیه نکنید و اینا، یا مثلا تو رابطت فیکه، عجیبه دیگه این جملهه. حالا من از پیج فرح آفیشال دیدم، نمیدونم واقعا. آره این عکسای عروسیشون بود که ظاهرا لو رفته، قبلا توی پیجشون بوده ولی الان برداشتن. و دیروز اتفاقا داشتم به پارتنر خودم میگفتم که اگه میخواستن گلچین بکنن، یعنی اگه میخواستن انتخاب بکنن که ما توی این برنامه این حاشیه داشته باشیم، اینجوری هم تازه حاشیه درست بکنن، که انقدر هر شرکت کننده حاشیه داره، هر شرکت کننده باگای خودشو داره، دروغای خودشو داره، پشت پرده های خودشو داره و اصلا عجیبه. حالا نمیدونم توضیحی راجع به این جریان داده بشه یا نه، فکر نمی کنم توضیح داده بشه، اصلا فکر نمی کنم حتی سوالش جواب داده بشه که مثلا بگن نه دروغه. حتی احساس میکنم عبور هم نمیکنن از این جریان، مثل جریانی که برای نگار پیش اومد و نگار هیچ صحبتی راجع به این قضیه نکرد، مثل جریانی که برای میلاد پیش اومد و میلاد هیچ صحبتی راجع به این که نگار رو میشناخته نکرد. حالا ان شاءالله خیره دیگه، چی بگیم. من اصلا فاز افشاگری اون جوسته ندارم. این عکس و فیلم‌ها انقدر دیگه توی اکسلور وایرال شده که اصلا چیز فکر می‌کنم پنهونی نیستش. میگم تیم برنامه‌ساز که هیچ وقت راجع به اینجور موضوع صحبت نمی‌کنه، شرکت کننده هم معمولا توی اینجور موضوع صحبت نمی‌کنن. حالا بره تا جلو ببینیم چی میشه دیگه.